به عنوان گزارش باید بهتون بگم این ماه 50000 تا ایمپرشن داشتیم. این ماه حدوداً 50000 تا ایمپرشن داشتیم، 5000 تا کلیک. CTR 10%. با تیمتون هم که صحبت کردم نرخ تبدیل حدوداً 7%. این ماه میخوام کلی لینک انبوه بریزم رو سایتتون تا سئو سایتمون خیلی خفن بشه. بر اساس آخرین تغییرات الگوریتم ما کارهایی که ممکنه باعث پنالتی شدن سایتتون بشه رو انجام نمیدیم. داریم سعی میکنیم به صورت مستمر و طبیعی لینک سازی رو انجام بدیم تا خب توی نتایج خودشو نشون بده. دیگه تغییرات تموم بشه دیگه من میفهمم توی این آپدیت الگوریتمی چه اتفاقاتی افتاده. من دارم به صورت روزانه همه سایت‌ها و اخبارها رو دارم دنبال میکنم. اگر لازم باشه نسبت به آپدیت گوگل تغییری تو روندمون بدیم و من انجام دیگه هر 2-3 ماه یه گزارشی براتون میفرستم که در جریان باشین حالا سرچ کنسول وضعیتش چطوریه. شما به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه در جریان هستین که چه اتفاقاتی داره رو سایتتون انجام میشه و چه کارهایی دارین برای سئو میکنین. به صورت ماهیانه با هم دیگه جلسه هم داریم که خب روند کارو با هم دیگه بررسی میکنیم. دیگه من کلید واژه‌هاتون رو پیدا کردم دیگه. برای هر کدوم میدم محتوانویس مقاله بنویسه دیگه میذارم رو سایتتون ان شاءالله که میاد بالا. برای هر کلمه کلید شما که ما می‌خوایم مقاله بنویسیم همه رقباتون رو تحلیل می‌کنیم. اون کلید واژه و کلید واژه‌هایی که مرتبط با این کلید واژه هم کانسپتاشو با هم دیگه تحلیل می‌کنیم و به یک ساختار مقاله جامع میرسید تا بتونه توی نتایج رتبه بگیره.